در مورد روش‌های تنگ کردن واژن امروزه حالا خیلی بحث زیاد هستش. خیلی از موارد غیر علمی و حالا غیر بهداشتی هستش. چندین مورد من دیدم که به روش‌های غیر بهداشتی تو مطب‌های مامایی یا اساساً مطب‌های غیر پزشکی روش تنگ کردن واژن با حالا بریدن ناحیه واژن و به صورت غیر تخصصی با رعایت نکردن آناتومی و شکل ساختاری انجام شده. یا خیلی وقتا شیاف‌ها یا قرص‌هایی هستش که تو بازار میاد و به صورت تجاری توصیه میکنن که اینها میتونن که باعث تنگ کردن واژن بشه. هیچ کدوم از اینا صحت علمی نداره. عوارض خیلی شدید و غیر قابل برگشت ممکنه که ایجاد بکنه. دو روش علمی هستش برای تنگ کردن واژن. یکی روش سرپایی هستش که توی مطب انجام میشه با RF، یعنی امواج رادیو فرکانس وارد واژن میشه و این باعث افزایش قوام واژن و درجاتی از تنگی واژن میشه. اگر خانم 2 تا 3 بار زایمان طبیعی انجام داده باشه و عضلات کف لگنش اصلا قوام خوبی نداشته باشه، ممکنه که نیاز به انجام عمل پرینورافی و تنگی واژن در اتاق عمل با رعایت اصول استریل باشه.